با سلام، سپهر رفیعان هستم، مدرس سنتور. درس 4 کتاب دستور سنتور استاد پایور. در این درس نکته مهمی که هست، همون جوری که قبلا تو درس‌های 1 و 2 و 3 دیدید، شما یک جمله رو روی پوزیسیون میزدید، تموم میشد، وارد پوزیسیون بعدی میشدید، یه جمله دیگه میزدید. تو این درس 4 دستای شما باز میشه و یک نوت روی پوزیسیون بم میزنید، یک نوت روی پوزیسیون زیر. حرکتتون دو پوزیسیون زرد و سفید تا انتها میرید، سفید و پشت خرک و دوباره تا انتها میرید، همین مسیر رو بر میگردید و می ایستید. نکته های مهم راجع به نوت‌خوانی این قطعه است که شما 3 پوزیسیون سنتور و نوت‌خوانیش رو توی این قطعه باید کاملا بلد باشید. یعنی نوت‌های پایین 5 خط حامل، بین 5 خط و بالای 5 خط. اگر احیانا ضعفی در نوت‌خوانی هر کدوم از این قسمت ها دارید، سعی کنید برطرف کنید و بعد شروع به یادگیری این درس بکنید. نکته مهم باز راجع به نوت‌های میوفا مشترک بین پوزیسیون 2 و 3 و پوزیسیون 1 و 2 هست که به مواردش من بخوام اشاره کنم. خط اول، دو نوت آخر، بهش دقت کنین، می خط اول و نوت 8 گذاشته، یعنی عدد 8 گذاشته بالاش که شما روی خرک هشتم سیمای زرد می نوازید. فای خط پنجم حامل و 2 گذاشته بالاش که شما روی خرک دوم سیمای پشت خرک می نوازید. میایید پایین، دوباره می رسید به خط سوم، میزان اول. میزان اول نوت چهارمش دوباره نوت فا دارید که بالاش عدد 2 گذاشته که همین در واقع فای خرک دوم پشت خرک میزنید. نوت بعدیش می 8 گذاشته که شما می خرک هشتم سیمای زرد میزنید. خط آخر میزان اول، دوباره نوت چهارم، نوت می کرون گذاشته که می کرون میشه خرک اول سیمهای سفید. راجع به این میوفاهای مشترک بین پوزیسیون 1 و 2 و 2 و 3 لطفاً دقت لازم رو به عمل بیارید. درس 4 کتاب دستور سنتور استاد پایور. درس 5 کتاب دستور سنتور استاد پایور. در این درس شما یک آشنایی خیلی ابتدایی با یکی از مهمترین فرم‌های موسیقی سنتی ایران آشنا میشید که به این فرم ما 4 مضراب میگیم. 4 مضراب توی موسیقی ایرانی در حال حاضر یک فرم، مفهومش این نیست که شما 4 تا مضراب میزنید. ویژگی‌های اصلی این فرم اینه که یک جمله تکرار شونده داره به نام پایه که شما اینو تو جای جای قطعه میشنوید و سرعت فرم 4 مضراب تو شکل حرفه‌ایش بالاست. حالا ما چون الان مراحل ابتدایی نوازندگی رو داریم طی می‌کنیم، به سرعت بالا اصلا کاری نداریم. این قطعه رو با همون سرعت نوشته شده بالا و همون تمپویی که توی قطعه اشاره شده میزنیم و فقط در واقع یک آشنایی خیلی کلی با فرم 4 مضرابه. نکته مهم توی این درس اینه که دست چپتون روی نوت لای سیمای سفید ثابت ایستاده و دست راستتونه که روی سیمهای زرد داره ملودی رو مینوازه
در واقع دست چپتون دست پشتیبانی دست راستتونه توی این درس. ریتم این درس 3/4 یا 3 تا سیاه در هر میزان دارید که این شمارش 1 2 3 به صورت متوالی اتفاق میفته، یعنی شما هیچ سکوتی توی این قطعه ندارید، مدام با خودتون میگید 1 2 3 1 2 3. ثابت نگه داشتن دست چپ رو نوت لا خودش کار ساده ای نیست که در طول قطعه دست چپتون رو نوت‌های مختلفی نخوره و دست راستتون هم که در واقع داره ملودی میزنه. بعضی از اساتید اومدن در واقع فرم 4 مضراب رو به فرش ایرانی تشبیه کردن که در واقع پایه‌ای که ما تو 4 مضراب داریم که تکرار میشه عین حاشیه فرش میمونه و اون چیزایی که مابین پایه ها میزنیم در حکم متن در واقع فرش هستش. درس 5 کتاب دستور سنتور استاد پایور. 1 2 3 1 2 3. درس 6 کتاب دستور سنتور استاد پایور. درس 5 6 و 7 کتاب دستور سنتور اینا یه سگانه هستن که به همدیگه مربوطن. ارتباطشون هم به این شکله که هر ستای این درس ها با متر 3/4 هستن، یعنی 3 سیاه در هر میزان. الگوی مضرابتون توی این سه تا درس الگوی راست چپ چپ هست و ستای این درس ها هم با سرعت یک نواخت میزن، یعنی سرعت هر ستاشون با هم دیگه یکیه. تفاوت این سه درس اینه که در درس 5 شما دست چپتون ثابت بود، دست راست داشت حرکت میکرد. توی درس 6 دست راست ثابته، دست چپ حرکت میکنه و توی درس 7 دوتا دست با هم دیگه حرکت میکنن با همون ریتم و با همون الگوی مضراب. درس 6 کتاب دستور سنتور استاد پایور. دست راست ثابت رو نوت فا، دست چپ در حال حرکت.